تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 15. فال میرجمال. اقسقال مبارک لبلب رود با دلی گران و خیال پریشان به دهه بحر چید فرامد. اندیشه آن که سید فرخشاه دعوت شاه را برای خواندن خطبه نکاحش قبول نکرد دلش را فشار میداد. نمیدانست آن را با کدام رو و با کدام زبان به محبت خان عرض کند. او فعل شاه را میدانست، تاب و طاقت اجرا نشدن یگان امرش را نداشت. در چنین موردها از غایت غضب در رنده زخم خورده را میماند. حتی میتوانست آدم را خنجر زده بکشد. پیر البته گپ شاه را نمیگیرد. محاکمه میراند اقسقال. این را پیشکی میدانستم. عیب در شاه است نه در سید. خواهش سید را به زمین ماند. بندیان را آزاد نکرد. آبروی پیر ما را به اعتبار نگرفت. بر زمین آن بیچاره ها را با دست خودش کشت. حالا زنان و فرزندانشان را فروختنی است. به جای وی من هم باشم دامنم را از این گونه شخص می بریدم. دل پیر به خلقش می سوزد. شاه آدم آمده است. شاه از تخت افتد سرش را گرفته از شغنان می گریزد. لیکن سعید وطندار است. بازی تقدیر را بین بین این دو زبردست سر بیچاره من در بلا ماند. مبارک با چنین اندیشه های گران جوی کلان را گذشته لجام اسب ایتکش را جانب خانه میرجمال کشید. او میخواست این شخص حق پرست و راستگوی را که خویش مادریش بود خبر گیرد و فکر و اندیشه اش را درباره کار و کردار شاه داند. با همین لااقل سپارش دوم شاه را که فهمیدن گپ و کلاچه مردم بود پرره اجرا میکند. زیرا میرجمال مرد باسواد، آزاد فکر و فرتکیگوی بود که ناگفته ترین گپ را هم بے باکانه بروی مردم می گفت و پروایی هم نمی کرد که در برابر شاه قرار دارد یا گدا. او در لب دریای پنج شش انبان زمین و حولی نه آنقدر کلان داشت. در پشت خانه اش حجره علاهیده ساخته بود که آن را قرائت خانه می گفتند. وقتهای فارغ از کار در قرائت خانه کتاب مطالعه می کرده است. گاهی چنان بلند می خوانده است که رهگذران صدایش را می شنیدند. مبارک شنیده بود که میرجمال 15-20 سال قبل از کجای به همین دهه می آید. راست به نزد اقسقال رفته مسئله می گذارد که برایش زمین دهد. اقسقال می گوید که زمین فقط به مردم تهجایی و آن هم به عوض یک اسب یا 2 گاو داده می شود. میرجمال می گوید که زمین در تمام عالم ملک خداست. انسان حق دارد در هر گوشه دنیا که دلش خواهد زندگی کند. من می خواهم در پرشنوی پارس نشین زندگی کنم. تو چی حق داری که زمین خدا را به من ندهی؟ اقسقال به خیال که این مرد دیوانه است او را از خانهش می راند. وقتی برآمدن میرجمال به اقسقال می گوید تو 1 پاره زمین خدا را از من دریغ داشتی، 1 پاره زمینت نابود خواهد شد. روز دیگر خشکسیل آمده نیم انبان زمین اقسقال را زیر می کند. امر می دهد که فوراً میرجمال را حاضر سازند. نوکرانش میرجمال را پیدا کرده می آرند. اقسقال می پرسد ای مرد غریب تو کیستی که با دعایت زمین مرا خراب کردی؟ میرجمال پاسخ می دهد من بنده خداوندم. زمینت را نه من بلکه تنگدلی و ناآدمی خودت خراب کرد. تو از کجا آمده ای؟ از کوه قاف. شغلت چیست؟ رندی چیست؟ آزادی.
در کدام مذهبی؟ در مذهب خدا. خدا چه مذهب دارد؟ لامذهبی. دینت چیست؟ دین ندارم. به ملک ما چرا آمدی؟ خانه میکنم و گلجمال را به زنی میگیرم. گلجمال کیست؟ دختر شامدار چوپان. تو او را از کجا میشناسی؟ نمیشناسم، ولی در خواب دیدم. از جوابهای عجیب و غریب میرجمال دل آقسخال به لرزه میافتد. فی الحال میفرماید از کجایی که خواهد زمینش دهند. وی دهه بحرچید را انتخاب میکند. گلجمال را هم خودش خواستگار شده به زنی میگیرد و خانه و در کرده صاحب فرزندان میگردد. میرجمال را برای رازقبلیش احترام میکردند، ولی برای روشنبینی و پیشگویی های درستش از او میهراسیدند. بعضی ها بیشتر از سید فرخشاه به او اعتقاد داشتند، چون که بیماران را هم با دم و دعایش تبابت کرده میتوانست. سید او را به مجلس های انیسانش دعوت نمی کرد، اما احترامش را نگاه می داشت. آقسخال وقتی به خانه میرجمال رسید که او با دو پسرش در جویبار روی حولی بز و گوسفند می شست. حیوانها از آب می برآمدند و به چهار طرف آب را چرخسانده در آفتاب صبحگاهی گرم می شدند. قوت کار تقایی، خطاب کرد مبارک به میرجمال که تازانو درون جوی می ایستاد. همت کار، جواب داد صاحب خانه و چالاک از جوی برآمده با دستار سر دستانش را خشک کند و دستبوس سلام کرد. در ما مال را بهاران پیش از برآوردن به ایلاق می شویند، گفت آقسخال خوشحالانه. هوا نهایت گرم، حیوان بی زبان عذاب می کشد، ولی گفتن نمی تواند جیان، گفت میرجمال و مهمان را به تگ درخت توت برد. گلجمال، ها گلجمال صاحب جمال، برو که مهمان از خود بحر پنجه آمده است. زن بالا بلند سرخموی نیلی چشم با کرته چیت نپنو و رومال سفید گلهایش بنفش از خانه برآمد. او نیم تعظیم زیبایی کرد و گفت: از سلام برادر عزیزم مبارکشاه، خوش آمدی، ما را منتدار کردی. سلام خواهر جان، میبینم که صحت و بردمی. الها همیشه خانه اتان آباد و خودتان دلشاد باشه. اول 2 کوسه ماست خنک بیار، بعد چیز پز که آقسخال در پیش شاه هم تعریف کرده تواند، امر داد میرجمال. گلجمال خوب گفت و رفتنی شد که مهمان او را نگاه داشت. خواهرم، یک روز به فرصت هنر پزندگیت را نشان میدهی. حالا ماستت را بیار و دیگر تشویش نکش. آن را که خوردم میخیزم. گلجمال رفت. آقسخال افت و اندام میرجمال آوازدار را از نظر گذراند. او مرد گزگوشت سرخینه پوست بلند بالای بود با ریش پهن و ابروان زرد. پیشانیش بلند بیچین، چشمان شرربار کبودفامش آثار از طرح مغولی داشتند. این قدر شتاب داری آقسخال یا از سور دیر میمانی؟ پرسید میرجمال. عیناً همین خیر توا، شاه پس از زور عروسی میکند. مرا فرستاد که سید را با خود برم تا نکاحش را خواند. پیر رد کرد. غضب محبت خان را ندیده باشی هم شنیدگیستی، برای همین هم نزدت آمدم. گلجمال 2 کوسه دوغ آورد و خلطچه را به دست مهمان داد و گفت: برای زنتان از نام ما شیرازه و ترکدوزی پا تقسیم میبری. آقسخال عرض سپاس کرد. دستان درد را نبینن خواهر جان. 1000 قلوق. گلجمال تعظیم کرد و به خانه در آمد. ما بین آسمان و زمین جای زیست نیست، یک دانه چون جهت ز میان 2 آسیا. زمزمه کرد میرجمال زیر دندان و افزود: این خیل بگو چیان؟ حالت را این مار عافی تباه کرده است کو؟ بله تقا، نمیدانم به دربار برگردم یا از همینجا به برتنگ یا درواز گریزم. میرجمال از چی باشد بلند خندید. سپس کاسه ماست را برداشته در یک نفس تا آخر نوشید و روی دستارخوان چپه گذاشت و گفت: ماستت را خور، آرام میشوی، من هم حاضر میبایم. او به خانه در آمد. آقسخال با شوقون و ولوله مالشویی کردن بچه های اوریان میرجمال را تماشا کرده بنا خواست از دل گذران که او و اهل خانوادهش چقدر بدبختند. او روزی دراز بند کار دلگیر کننده آقسخالی، آنها بند قبول و گسیل مهمان. به یاد ندارد که آخرین بار با زن و فرزندانش کی خنده و بازی کرده باشد. بر ذنب محرومیت از سعادت کامل خانوادگی باز این گونه پیش آمد ناخوش. مبارک حس کرد که به حیات عادی و آزاد میرجمال و زن و فرزندان خوشحال او در ته دلش حسد میبرد. میرجمال
شانه یلقاسی حیوانی در دست آمد و گفت مبارک من از روی این شانه فال می گیرم. اگر دلت روشن باشد شانه به من چیز می گوید، اگر نه معذرت. میرجمال شانه را 3 بار به راست 3 بار به چپ در سر آقسخال گرداند. بعد رو به آفتاب برا کرد و استخوان را در برابر چشمانش قرار داد. دقیقه چشم پوشیده ناجنبان ایستاد. سپس شانه را به پیشانی گذاشت و چشمانش را وا نموده به پرک تنک آن زه ماند. شاهتان به نزدیکی جام به حضرت جبار می سپارد. تقا باز دولت تو را ترک نمی کند، لیکن ملک را ناآرامی سختی در پیش است. نتیجه فالش را جنبش کرد میرجمال. مبارک ناباورانه سر جنبان ولی چیزی گفته نتوانست. میرجمال خنده بیجایش را تکرار کرد و افزود خواه باور کنی خواه نه، چنان می شود که من گفتم. زمین دیگر این ظالم را برداشتن نمی تواند. این چه شور است که در دور قمر می بینم. همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. آقسخال با میرجمال خداحافظی کرده با دل پر به اسب نشست و سوی گذرگاه راند. خندار پرشنوی شناس دیرینه‌اش او را از دریا گذراند. مبارک برای خدمتش به خندار قروت دادنی شد ولی او 2 دست به هوا برداشته اصرار کرد. آقسخال به خاطر همپیره بودنمان از خودت چیزی نمیگیرم. 1 بار از من هم به تو چیزی رسد مجرای دریا دیگر نمی شود کو. خدمتم به خاطر رضای مولاست. در دربار همگی 3 همپیره هم ماندند که یکی اشان خودت هستی. چی کاری داشته باشی بے پروا با من فرما، اجرا میکنم. آقسخال آن مرد راسخ ایمان را ودا گفت و سوار شده جانب بحرپنجه حرکت کرد. پیشگویی میرجمال دلش را قوت بخشیده باشد هم در رو بروی محبت خان ایستاده به او رساندن خبر بد سرکشی کردن سید فرخشاه از خواندن خطبه نکاح کار آسان نبود. نرخگذاری اسیران. از آبی که سروناز در آن شستشو کرده بود بوی گوارای عطر و گیاهای معطر به مشام می رسید. بانک شاه را پشتاره تا لب حوض آورد و بالای صفه شناند. محبت خان هوا را حریصانه بو کشیده برخاست و لباسش را بدر آورد. بانک به او یاری داده لنگی بست و گفت شاهم کنیزکان را دعوت کنم؟ محبت خان را همیشه 2 کنیزک آبتنی داده بدنش را تا دیرگاه می مالیدند. لازم نه، خودت پشتم را خارمال کنی میموری. اظهار ناراضگی کرد شاه. بانک به این کار شاه حیران شده باشد هم سر بای نداد و گفت درست شاهم، من هم می ترسم که مبادا کنیزکان نادیده چشمت کنند. محابات نکن بانک، خرسندانه ندا داد محبت خان. اگر دم می داشتی از تو روح باتر پیدا نمی شد. این شب محبت توست شاهم. با لحن تملق آمیز گپش را دوام داد بانک. ما بندگان باید همگی روباه و گربه شده سر به پای مبارک تو بمالیم. شاه از ناگهان خوش سخن شدن بانک به وجد آمده چنان خندید که عکس صدایش چند بار شفت و دیوار گرمابرا دو زد. با یاری بانک به حوض در آمد ولی بناخواست چنان تیله‌اش داد که چند قدم قفا رفته به پشت افتید. تو با پای خبیثت آب حوض را حرام نکن. بانک برخاست و 2 دست به سینه نهاد و گفت تصدق شاهم، فرمان از توست. شاه درون حوض نشست. رخساره های سرخ خاطرش بالیده گشت. حز کنان آب را بو کشیده بدنش را مالش داد. بعد به بانک رو آورد. ای مهربانک ابله، چی گپ خوبه گفتی ها؟ از آنکه شاه نام پره او را به زبان گرفت بانک لحظه گرنگ شد و پرسید چی گفتم شاهم؟ شب محبت تو. بله شاهم. گاهی از کله کدوی تو هم آتشک می پریده است. از این گپ خیلی خوشم آمد. خوشبخت شاهم. اگر ملال خاطرت نشود مهربان شاه 20 بار تکرار کن شب محبت خان. جانم فدایت شاهم. بانک با آواز بلند جمله را تکرار کردن گرفت. شاه چشمانش را پوشیده خطابه چلمدارش را که در 4 دیوار حمام به هر نوع عکس صدا میداد با حلاوت گوش کرد. وقتی بانک لب فرو بست شاه بدون آنکه چشمانش را باز کند پرسید ای بانک تو زن دیده ای یا نه؟ نه شاهم،
زنده یتیم بیکس کویم کسی در قصه هم نبود و نیست. زن داشتم میخواهی؟ نه شاهم. چرا؟ از 50 گذشتم، دیگر من کجا و زن کجا؟ شاه چشمانش را کشود، گویا بانک را بار اول میدیده باشد. افت و اندامش را از نظر گذران. چلمدارش مرد سیرحرکتی کوتاه قامت سفید موی بود با پیشانی و رخساره های پراژنگ و چشمان بازینگر. شاه این مرد خوفی را از ایام طفلی خود میشناخت. او در دوران حکمرانی پدرش اسبدار کلان دربار بود. برای آنکه خویش و تبار و صاحب درکی نداشت و خدمتگار صادقی بود، محبت خان او را چلیمدار خود تعیین کرد. امروز تو هم زن میگیری، زنجیر هم. این سخنان شاه گویا تیرهای ناعیانی بودند که پی هم دل بانک را سوراخ کرده از پشتش برآمدند. چی گفتی شاهم؟ چیزی که شنیدی. کنیزک شدوودی را به تو، سفرما را به زنجیر دیمرغانی میبخشم. بانک نمیدانست خرسند شود یا غمگین. برای او که یک عمر به قول یک سر به دو گوش زندگی کرده است، در دم پیری زن گرفتن نهایت گرانی میکرد. اما اگر گپ شاه را گرداند در بلا میماند. شاهم، مهربانی هایی که تو به من کرده ای پدرم نکرده است. دو زانو زده گفت بانک. شاه به سر و روی بانک چرخ زنان آب پاشید و گفت مقایست را یافتی تو که پدر بدتخمت را قریب یاد نداری، چه خیل با من مقایسهش میکنی؟ بانک به چه خطای دغل راه دادنش را درک نمود و دست بر سر زد و گریه آلود گفت شاهم، پدر لعنتی هم اگر مهربانی می داشت مگر مرا به جوال گندم می فروخت. وای بر من سرسخت. این پاسخ بانک دل محبت خان را ملایم کرد، مگر که باز آب را چرخه زنانده به سر و رویش پاشید و پرسید راست بگو، با زن همخوابگی کرده می توانی؟ باز در پیش کنیزک مردان را شرمنده نکنی؟ نمیدانم شاهم، من آخر بار خودم را نآزمودم. اکنون می آزمایی، پروا نکن. زن چیزی نیست که مرد در باره‌اش ثانیه فکر کند. خواهی با او میخوابی، نخواهی نه، اما وی باید برای تو خدمت کند. بانک به هر سخن شاه بیشک شاه هم گفته کله می جنباند و در دلش می گفت که کاش محبت خان از سر اندیشه‌اش گذرد. ولی شاه در آب کلغوتی زد و سرش را تکانده امر داد برو و زنجیر جلاد را گوی که به قبول تحفه آماده شود. به خواجه سرای نیز رسان که زنان گفتگی ام را آماده کند. بانک از جا برخاست و دلنگران گفت شاهم، برگشته بیایم یا نه؟ افت خنکت را پیش از نکاح نبینم، بهتر خودم می آیم. سید فرخشاه را به بارگاه دعوت کرده نزدش آب و طعام گذارید. بانک شتابان رفت. شاه از پس او چند لحظه نگاه کرد و به چه خیال دست افشاند و باز کلغوته زد. پس از نیم ساعت محبت خان با لباسهای فاخر به بارگاه درآمد. در نزد دستارخوان آراسته به جز بانک کسی دیگری را ندیده حیران شد. فرخشاه کجاست؟ بانک از ترس دندان به دندان زده نیمغرمه آواز برآورد نیست شاهم. شاه از غایت ناباوری به مانند خروس گردن یازاند و پرسید چی خیل نیست؟ آقسخال مبارک گفت که سعید نآمد. محبت خان از حیرت پیشبرهای چکمن فراخ گلدوزیش را افشاند و امر کرد مبارک را دعوت کن. بانک رفت و پس از چند دقیقه آقسخال مبارک به بارگاه درآمد. سعید را نآوردی؟ به جای جواب سلام با خشم سوال کرد محبت خان. شاهم، سعید گپ مرا نگرفت. آرامانه جواب داد مبارک. رنگ محبت خان از شدت غضب کند. حتی لنجهایش لرزیدند. چیزی گفتن خواست ولی صدای مبهم برآورد و به نزد مبارک که در تگ در ایستاده بود آمد و به چشمانش نگاه‌های پلنگانه‌ای کرد و نیمشنوا گفت گپ تو هم گپ داری خر مردار؟ نیست شو که سرت را از تن جدا میکنم. مبارک نیم تعظیم کرد و برآمده رفت. شاه عصبانی چند بار حجره را دور زد و کمی آرام شد و گفت اینش بهتر، نکاح یک ملحد رافضی حلالم نیست. بانک در آمد و دو زانو زد. شاه پرسید از سنی ها یگان ملای در گرد و اطراف هست؟ بانک دم فکر کرده پرسید شاهم، سنیش چی است؟ شاه حیران به او نگریست و با صدای خسته پر از غضب پرسید تو چی مذهب داری؟ نمیدانم. کتف در هم کشید بانک. تو پدرخر کافری یا مسلمان؟ مسلمان باشی، سنی یا شیعه؟ بانک باز کتف در هم کشید و بیچاره حالانه بر روی شاه نگریست. شاه دست افشاند و امر داد
زنجیربک در کجاست؟ در بیرون نشسته است. بگو بیاید. پس از فرصت قامت بلند و پهلوانانه زنجیر در پایگاه پیدا شد. شاه او را پس از سلام سر دستارخوان نشاند و خود هم نشست و گفت من خیلی گشنه شدم زنجیربک، بخوریم و صحبت کنیم. آنها کباب و گرچوز خوش لذت را نوش جان کردند. شاه تا سیر شدن حرفی نزد. چون از خوردن فارغ شد پرسید زنجیربک پیغام مرا به تو رساندند؟ بله شاهم. من بنده فقیر کجا و همخانه شدن با ولعمت خاندان شاه کجا؟ این هدیه تنها شایسته توست. اگر تو پدر حریصم را یک طرفه نمی کردی، وی نه خیال مردن داشت نه خیالی از سلطنت دست کشیدن. برای همین زنش را هم باید تو صاحب شوی. زنجیر برخاست و تعظیم کرد و گفت شاهم دولتت زیاده باد، از این عنایت تو سرم به آسمان هفتم رسید. شاه ممنون سر جنباند و گفت برای من ملای لازم است که سنی باشد و خطبه نکاحم را بخواند. زنجیر فکر کرد و گفت شاهم این کار مشکل تر است. در قلعه فقط افسران و نوکران اهل سنتند اما سواد دینی ندارند. چند ملای سنی داشتیم با یوسف علی خان فرار کردند. یگان علاج نیست؟ زنجیر انگشتانش را روی سینه فراخش بازی دارانده دقیقه اندیشید و گفت مادر دیوانبگی سنی بود و زنش هم سنی است. خودش ملای زور است و به چه طریقتی که خواهی علم و عمل دارد. شاه پس از کمی ملاحظه راضی شد. در این فرصت تنگ بهترش را پیدا کرده نمیتوانیم. تو هم ولعمت را به خانه‌ات برده نکاح کن. شاه و زنجیر به صحن حولی برآمدند. در نزد دروازه اسب قوی هیکل با زین و ابزار نو ایستاده بود. شاه اسب را با دقت تماشا کرد و پرسید چه جانور زیبایی، مال کی باشد؟ زنجیر پاسخ داد شاهم این اسب را ساعت پیش مرد به دیوانبگی سپرد. این زمان دیوانبگی قاضی هم از برآمدن شاه واقف گشته دوان به نزد آنها آمد. قاضی این ستور خوشخرام از کجا پیدا شد؟ پرسید شاه. غضنفر نام مرد غندی برایت سورانه آورده است شاهم. محبت خان نزد اسب رفت، به پشت و پهلویش دست زد، رکاب و زین نقشینش را پلماسید و خوشنودانه گفت جانور خوشذاتی بوده است. آن مرد کجاست؟ در پیش دروازه جواب داد دیوانبگی. میخواهد دقیقه به پایبوست برسد. از غند میگویی؟ پرسید شاه و کمی فکر کرد و گفت کو بینیم چی میخواهد؟ دیوانبگی به پاسبان اشاره کرد. وی دروازه را گشاده مهمان را به صحن حولی خواند. غضنفر چون باز پران چست و چالاک رسید و زانو زده پای شاه را بوسید. محبت خان این گونه شخص را بار اول میدید. اکثر شغنیان راست ایستاده گپشان را روی راست میگفتند و میرفتند. عده‌ای کمی نیم تعظیم میکردند ولی کسی تا حال پایش را نبوسیده بود. از من چه میخواهی؟ پرسید محبت خان. غضنفر به آنکه سرش را بردارد پاسخ داد ای شاه عالم، سلطان با کرم، سایه سر بنی آدم، سگ روسیای درگاه با رفاه شما غضنفر هستم. از این راه دور هوای خدمت جنابشان را کردم و برای مزید خرسندیشان خوشزادترین اسب دست پرور خودم را پیشکش آوردم. اگر مقبول ذوق شاهم گردد سر این چاکر و نوکری ابدالابدشان به ایوان کیوان خواهد رسید. سخنگویی او به محبت خان پسند افتاد. حتی سکته زبانش طبیعی و گوشنواز بود. دل شاه فرح یافت و آثار عصبیت از رویش ناپدید گشت. دست به کتف غضنفر گذاشت و گفت قبول، خیلی اسب خوش تربیت بوده است. تو به چی مشغولی؟ بنده برای شاه محصلی میکنم اما کمی تجارت هم دارم. با کجا؟ با کاشغر اعلی حضرت، جواب داد غضنفر و سرش را برداشت و دو زانو نشست. کاشغر؟ نقص. به چه خیالی؟ گفت محبت خان. لیکن من باری هم غندت را ندیدم. مکان خوشمنظر و با برکت شاهم، هرگاه دل شما خواست قدم مبارکتان را رنجه نمایید. تو همراه آقسخال شاهسبایی آمده ای؟ پرسید شاه. نه عالم پناهم، 3 روز پیشتر آمدم. شاه هم به گپ همراه شد دیوانبگی. شاهسبایی بیمار بوده است اما سورانش را دیروز رساندند. شاه سر جنباند و دیگر حرفی نزده به بارگاه روان شد. دیوانبگی و زنجیر از پسش رفتند. غضنفر تا پشت در ناپدید گشتن آنها همان دو زانو ایستاد. پس برخاسته دامن گلیمش را با دقت افشاند و از دروازه بیرون شد. سروناز را به بارگاه آوردند. قاضی دیوانبگی خطبه نکاح را خواند. حاضرین معرکه به سر شاه و عروس
табағӣ рехтанд. ягон шоҳгунӣ фармоем шоҳам, пурси девонбегӣ. лозим нест, ба дилам намеғунҷад, рад кард шоҳ ва пас аз сукуте афзуд. валъамад сафарморо ба Занҷирбек, канизи Шидвудиро ба бонак бахшидам. касе содиқона хизмат кунад, албатта аз ман подоши нек мегирад. ман ба майдон мебароям. шумо то баргаштанам сари дастурхон бошед. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфторро аз рӯи сарои санг романи таърихӣ Атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. анҷоми гуфтори 15. барномаро бароятон коргардон Зубайдоҷи Муҳаммад омодаву пахш карданд. шод бошед.